رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن وقتی دو مرد مسلمان مصافحه میکنن، مصافحه چی عزیزا؟ دست به دست سلام کردن، مانا کف به کف میمونه یا دو دسته یا آغوش میکشه، همین جدا شدن برابر پروردگار گناهاشونو میگذره. عزیزا قهری نگرده، کینه نگیره نسبت دیگریمون، سلام کنیم، آغوش کشیم، اثبات کنیم مسلمانیمونه که ما چخیلی دوستیم. پیغمبر ما دعا میکنه که لا تجعل فی قلوبنا غلا، خدایا در درون دل من غیل، چرکینی و بخیلی و افلاسی و دشمنی را جا نده نسبت مسلمانو. نخواه مسلمان دلش بخیلی باشه. ما میدونیم مردن حقه، ما قیامت به باور داره و پگه با نمیخیل میخیزیم، یادگاریمون هم میبینیم، لیکن انا امور نسبت یادگاریمون چی عملی ناشایسته کنه به اشکار میشه.